خوش اومدید به دک MVP ماه جولای. 10 نفری که پشت سر من میبینید 10 نفر برتر ماه جولای هستن. خیلی خوش اومدید به بازی. سناریوی این قسمت بازپرس خواهد بود. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت ببرید. بدون هیچ وقفه‌ای چشم بسته به زیر ماسک. بازپرس سر صحبت سیت شماره 1 با معرفی خودتون 30 ثانیه. سلام دوستان، پارسام. خوشحالم بازی می‌کنم. امیدوارم فارغ از هر نتیجه بازی به هممون خوش بگذره. فیلینگم میگه 4 6 8 9 توش دو تا مافیا نشسته. نکست. سلام نادیا، خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. بین سیت 4 و 6 و 8 و 9 به نظر دو تا مافیاست. باشه ببینیم چطوره. به نظر من توی سیت 2 من میخوام فیلینگی به خانم بعد از خودم، تو تنها خانم جز خودم هستن، به ارشیا جان سیت شماره 10 و با آقا تارگت بزنم. فیلینگی. سلام، منم دنیا، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. دوست داشتم به من تارگت نزنی چون گفتی فقط من و تو دختریم، الان اینا مثلا میریزن اون اینا، ولی منم از دست دادی. منم الان دیگه ازت دفاع نمیکنم. این از این. داشتم دقت میکردم، امید خیلی داشتی دقت میکردی به حرفاش. نمیدونم اکت شهریه یا حالا نمیدونم واقعا، ولی آقای شماره 9 رو دوست دارم یکم گوش بدم چون کلا ساکتین همیشه. سلام، از سینا. خیلی خوشحالم باهاتون مافیا بازی می‌کنم. امیدوارم که بازی خوبی در کنار هم داشته باشیم. به نظر من 1 تو بازی مشکوک بود، 2 هم مشکوک بودی تو بازی. من شما رو خیلی تو بازی مشکوک دارم. شما که خب چرا اصلا تارگت اون رو گفتی، بعد گفتی باشه، بعد چرا تارگت فیلینگی خاصی بزنی؟ اول 3 رو زدی، بعد رفتی 10 رو زدی، بعد دوباره 9 رو زدی تو بازی. تارگت فیلینگی تو از اینجا شروع می‌کردی زدن. ذهن پراکنده فکت که مثلا خیلی وقت پیش باش مافیا می‌گرفتم. شما دو تا واسه مشکوک 1، ولی خیلی واسه اصلا 1 به نظر من بالا کارت 1 تو بازی مافیاست، چون تو قبل بازی اینو گفتی، الان هم دوباره اینو تکرار کردی. اصلا دیتا بیهوده‌ای بود سیتی 1 داری بازی با کارت شهروند این کارو نمی‌کرد. من تو رو حتی بیشتر از 2 مافیا دارم تو بازی. منم خیلی خوشحالم تو جمعتون دارم بازی می‌کنم. خودت جز خدایی گفتم ذهنیت قبل بازی رو بازی هم تاثیر می‌ذاره. به نظرم با فکتی که گفتی نادیا مشکوکه، یعنی بغیر از استرسی که داشت، پراکندگی تارگتاش برام مشکوکه. دنیا به نظرم شهروند. خودت هم مشکوک دارم. یعنی انتظار یه دلیل قانع کننده تر داشتم راجع به سیتی 1، چون هی میگفتی 1 و 2 به نظرم مشکوکن، 1 و 2 به نظرم مشکوکن، یه راجع به 2 حرف زدی، آخر گفتی 1 هم حرف قبل خودش زد. به نظرم فکت حداقل منطقی نبود راجع به سیتی 1. من اسمم ارشیاست، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. شاعر میگه من نگران نیستم که تو با دیگران خوب کنی، تو با ما چه کردی که بخوای با او کنی. به نظرم 3 4 5 بازی یه مافیا همین امروز کاورش میکنم. آدز نداره تو 1 و 2 مافیا باشن. چرا؟ ولفی یه باگی من کارت مافیایی دارم. من همیشه میخندم تو رو نگاه میکنم. تو ماسک تو میکشی پایین شهروند باشی، همیشه منو تو بازی نگاه میکنی که بفهمی من شهروند یا مافیا. منو نگاه نکردی، بهم تو بازی تارگت زدی. نکته اول. نکته دوم، خواهر جان داداش، من با اینکه علاقه قلبی بسیاری به شما دارم، شما ترن بسیار پر استرسی رو گذروندی. خودم هم شهروندم، به نظرم بعد خودم 2 تا مافیا هست. نکست. آقا سلام، خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. من فایاز، امیدوارم بازی پر از فکت و استدلال داشته باشه. منم شهروندم، میخوام فکت و استدلال زیاد بیارم. به نظرم خیلی مشکوک بود قبل از خودم، یعنی آدزار من فردا همه بعد خودم اتفاقا کاور کنم، چون نه آره باید بریم، چون به نظر من تو که با یه فکت الکی فقط 1 رو درآوردی، اینجا رو تحلیل نکردی. یعنی قبل تو این رفت با کارت 1 رو کاور کرد. اصلا این حرفا نیست. خود آریان 3 رو خیلی شهروند داره. شاید سینامو تو به 1 هم مشکوک بودی، شاید سینامو 3 شهروند تو رو دیده دیگه 2 رو تارگت زد. خب چرا واسه شاید سینامو فهمیده 1 مافیاست،
چرا از کجا مشکل داری؟ به نظر من حتما اینجا تو 4 تو 5 و 6 که حتما مافیا هست. آره تو 2 هم من حقیقتا مافیا دارم. حالا بچه‌ها سلام، اسمم امیده، خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. یکو من امروز نمیخوام تارگتش کنم، یعنی با اون ذهنیتی که وارد شد قبل بازی گفته بود توی همین تعدادی که 4 و 6 و 8 و 9 گفتی توی اینا دنبال مافیاست، کارت مافیا میکشید، فکر نمی‌کنم این مسیر رو میرفت که امروز تارگت بخوره. ولی فردا به حرفات گوش میدم. نادیا که به نظر من تو بازی مافیاس فکتاشو آوردن، ولی سینا تو فکتای شماره 2 رو آوردی، فشار رو گذاشتی رو شماره 1، یعنی گفتی بیشتر از 2 حتی تو رو مافیا دارم. تو رو تارگت میکنم. یه دونه مافیا بین ارشیا و تایاز دیگه. فعلا روز به بعد در من اینجوری پیش رفت. بچرخ. آقا سلام، من متینم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. یه فرد شماره 9 میخوام براتون صحبت کنم. خط کشی من که 1 2 6 8 فردا خیلی روش گوش میکنم. یعنی آقای پارسا که کلا فکت تارگت زدنت برام جالب نبود، فشار رو نمیذارم، فردا تو خیلی گوش میکنم. یعنی با توجه به تارگت‌ها که خوردی و زدی تو 4 تا داشتی دنبال مافیا میگشتی، بازی بعد برات فردا یه ذره آسون‌تر باشه تو حرف زدن اگر شهروند. فردا تو گوش میکنم. خانم نادیا ترسیدی به پارسا تارگت بزنی، ارشیان فکتاش راجع به پارسا رو دوست نداشتم. امیدم اومد به جنگتون، پس شما 4 تا رو فردا من لوکیشن مافیایی به فردا 1 تا 2 تا هست، یه دونه قطعی از توتون دارم. سلام دوستان، ارشیان، خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. سرتت گفتی 2 6 8 9 2 4 اول بهش شما من به نظرم تو 1 و 2 تو بازی فرا قرار گوش کنم، ولی به نظرم تو 1 و 2 تو بازی مافیا هست. 3 و آریان فرهادی و باکسشون رو با هم دیگه کاور میکنم. به نظرم خودم آریان فرهادی خانم دنیا تو بازی تو مافیا وجود ندارد. تو 6 و 7 تو بازی قطعی تو بازی مافیا نشسته. من آدز داره فردا اگه ترم 2 نفر دوست داشته باشم پرس فکتی بخوام بذارم اینجا تو شماها ببینم چه خبره. فعلا نکست. بدون هیچ صحبتی ماسک به صورت بچسبه. لطفاً توی فاز شب به صندلیتون تکیه بدید. ماسک کامل بچسب. نقشایی که میخونم یه لایک کوچیک میدن، بیدار نمیشن. رئیس مافیا لای مرسی. آتو مرسی. شیاد ممنون. معرفی میکنم رئیس لایک بده. نانزو لایک بده. شیاد لایک بده. 10 ثانیه. میدم تایاز صحبت کنه بعد از من. ببین توی بازی من فهمیدم 2 مافیاس 4 داشت سیت 1 چه دیتایی قرار بوده وارد بازی کنم. پس من نکس داده بودم. فرض کن من تو بازی نکس داده بودم، چیکار می‌خواستی بکنی؟ مجبوری با همین 2 سایت تو بگیری دیگه. به نظرم 2 4 فکتی که تو ارشد فکت شناختی داری میاری. ببین تو بازی من اول کار داشتم همه رو نگاه می‌کردم. از خود ارشد شروع کردم چرخیدم
و خانم نادیا که رسیدم، خانم نادیا سرشو چرخوند دیگه. خیلی وقت داشت 10 ثانیه است میخوام همه رو نگاه کنم شروع کنم صحبت کردن، پس وقتی نداشتم که انتظارش بشی زول بزنم به تو. با این حال میگم بین خود نمیخوام تک تارگت کنم، میگم بین خودت و تایاز مافیا. نه آقا جان، به لازمه تارگت زدم به من اینی که بعد از من مشکوک داشته باشی، چون من قبل خودم رو کاور کردم. یا مافیای خودته، یعنی با مافیای خودت این آقا میشه شهروند، من میشم مافیا. با مافیای خودت اومدی تو بازی، اشیا رو رها کنید، خلاصش. داداش اینجا کی مافیاست؟ یک مشکوکه، یک خیلی مافیات برات که این آقا شهروند شده، من مافیا شدم. چرا بین ما مافیاست؟ اینجا چیه تحلیل نکردی؟ چجوری تیم شهروندی چی؟ چجوری فهمیدی 2 و 3 با هم شهروند، 2 و 3 با هم شهروند تو ذهنت؟ تیم شهروندی تو بگو 3 5. خب چرا من مشکوکم؟ 1 و 2 چیه تحلیل نکردی؟ این آقا گفتی 1 قطعی مافیاست. خودت آیا امید بین ما کی مافیاست؟ من صحبت کنم. کنسل، اینجا حتما مافیاست. اینجا حتما تو بازی مافیاست. آقای تایاز، شما من برگشتم تهران دیروز اعلام کردم، گفتم به نظرم 3 و 5 تو بازی شهروندن، شما ساید رو انداختی تو بازی بین 5 و 6 تو بازی. نه شما دیروز ترنت برگشت شماره 6 رو تو بازی تارگت کردی، چه کار گفتی تو 5 و 6 تو بازی میگم تو بازی مافیاست. کارت 4 رو تو بازی تحلیل نخواستی بکنی، ساید انداختی بین این دو نفر. من 5 رو تو بازی شهروند دارم، خودت یه مافیا گرفتی، ساید انداختم بین خودت و اون کسی که داری بهش تو بازی تارگت میزنی. چجوری فهمیدی من تو بازی مافیام؟ چیه من تو بازی مافیا بودش؟ آقای امید دیروز من برگشتم گفتم 3 و 5 تو بازی شهروندن، با من لایک دادش تو بازی. لایک آقا رو ندید، فقط فهمید ما تو بازی مافیاییم. تو ما مافیاست، تو ما سایده. درست. آقای تایاز به نظر میتونه خلاص کنه از نقششون. نفر تو دکی من به 9 نفر مافیایی من رسیدیم دیگه. خب برنامه شما میگه من بدیم بیرون دیگه، نمیتونین که همتون به هم بزنید. آقا شماره 4 که از شما شروع شد تارگت خوردن اونجوری به من. فکتتون برنامه اینه که من چرا با هم دیگه پراکنده تارگت زدم. گفتم 4 و 5 و 6 میگفتی چجوری سه نفر کنار هم که مافیا نشستن، پس تو باز مافیا، پس من باز فکتم میشد. نمیشه فکت آبدو خیالی داره میره. به نظرم خودت مافیایی. شماره 6 که معتقدی من و یک با هم دیگه مافیاییم، نظر راجع به شماره 4 چیه؟ آقا شماره 1 شما الان به این نتیجه رسیدید من مافیام. بعد میگم من ترسیدم به شما بزنم. از چی ایشون ترسیدم قبل خودم صحبت کردم؟ من براشون آدز گذاشتم که حرف بزنم. میشه بعد من صحبت کنی؟ ببین تو ذهن من بین ارشیا و سینا یه مافیا هستش. اگه سینا مافیا باشه این خانم نمیتونه باشه. اگه ارشیا مافیا باشه به نظرم یارن، چون که این خانم داره به سینا هی میکوبه. بعد تو گفتی که سینا شروع کرد در صورتی که من اول شروع کردم تو تارگت زدم. حالا مهم نیستش. اگر شما مافیا باشه ارشیا به نظرم یارته. این برا هم نمیدونم، میگن بین آقا تایاز و ارشیا ساید، هنوز نمیفهمم، چون آقا تایاز پاشو الان میگه ارشیا رو خلاص کنیم، هیچ نظری راجع به ارشیا نداده. این حسین باز گوش میکنه. آقا چرا هیچکس توی امروز بازی متین رو تو بازی تحلیل نمی‌کنه؟ متین تو روز بلند بازی گفته من میخوام به 1 2 6 8 دقت کنم. قشنگ‌تر نبود این عددو میچیدی 1 2 4 6؟ چون خودت که رفتی اون آقای شماره 1 رو توی بازی ازش خورده گرفتی، فشار تارگتی نذاشتی روش، 2 رو تارگت کردی، باید 4 رو بر اساس پی او وی خودت تارگت حتما می‌کردی، چون 4 فکتای 2 رو دیروز آورده، فشار گذاشته روی 1. این وسط من چیکار بودم کاری برام نمی‌شد؟ تو که مشکوکی. تایاز به نظر من بین خودت و اون آقای ارشیا مشکوک هست توی بازی، ولی من الان تو رو بیشتر مشکوک دارم. تو باید متین رو تحلیل می‌کرد. چالش برای نو صحبت کنم. خب عزیزم خودت دلیلش گفتی دیگه. تو فشارت رو 2 بوده، من رو 1 نمی‌خواستم فشار بیارم. کی رو 1 فشار گذاشته بوده؟ 4. چرا بعد می‌آوردم اینجا؟ من 2 رو بیشتر مافیا داشتم. چرا بعد 1 و 4 می‌آوردم تو چین مافیایی 1؟ من بیس مافیاییم 2 بوده که برگشتم گفتم کارت شما رو داخل می‌کنم. ارشد جون تو خیلی تو ترن خودت، تو ترن معارفت خیلی بعد بازی واسه راحت میشه. 3 و 5 رو که کاور شهروندی کردی، امیدم راحت میتونستی کاور شهروندی بکنی اگه تو 6 و 7 مافیا داشتی. تو میکس یعنی برگشتی حرفای منو یه جور دیگه زدی، آخرش پریدی تو پی او وی امید. باز گفتی ما حالا فردا صحبت کنم. تو معارفه خیلی مشکوک بود، چالشت هم خیلی مشکوک بود. فعلا 3 5 رو کاور میکنم. 3 5 تایاز کاور، 3 5 7 تو کاور. نه من دوست ندارم کاور 5 رو که اصلا تو بازی دوست ندارم. اگه میخوای کاورای اونو تو بازی کاور کنی من دوست ندارم، چون اونم 3 5 رو کاور کرده تو بازی دیگه. ببین آقا تو 1 2 همچنان نظر من تو بازی مافیا هست. اصلا ساید سالم بازی تو 1 2 1 و 2 از تارگت زدن به هم دیگه هم سوسکی فرار کردید. خانم شماره 2
من این همه فکت واسه آوردم، بعد من این آقا به من تارگت زده، به شما تارگت زده. شما میدونی فکت چیه؟ معارفه نه یک و شهروند داشتی نه مافیا، از مجهولیت کارتون رو تو بازی من تارگت زدی، گفتی تو به یک تو بازی تارگت زدی. خب یک چی بود؟ تو که نه شهروندش داشتی نه مافیاش. تازه دیالوگو با این شروع کردی که قبل معارفه تارگت بیهوده. شما خیلی مشکوکی. امید تو این فکت رو تکرار کردی، تکرار مکرر سیت 5 تو بازی مشکوکه. تارگتت به نو که امروز خیلی اصلا کولر بود تو بازی. من نو فعلا تو بازی شهروندیم. دنیا رو چرا شهروند می‌کنی؟ دنیا چی گفته تو بازی؟ مگه تارگتش رفته بیرون خوندش؟ اینجا هیچ کی شهروند نیست. نو چرا شهروند کردم الان تو بازی چالش میگیرم میگم. فک شهروندی نو میارم. چالش اینم به دنیا قبل از من بشه. سینا یه چیز خیلی عجیبه که داری الان منم اسمم میاری این وسط وقتی چند نفر دارن منو شهر میکنن. به نظر من نمیدونم فکر کنم حداقل که یکم منو شهر میکنه این موضوع. الان چه دلیلی داشت اسم منو بیاری این وسط؟ این خیلی مشکلی. من دارم سعی میکنم بین تو ارشیا بفهمم ارشیا و مافیا است، چون که منو سفید کردی حرکت واسم مشکوکه، ولی تو داری اسم منو میاری. مثلا این دقت کنم. سینا زد زیر تیم شهروندی اسم میکنم، یعنی ببین من و دنیا شهروندی، خب نمیرسی بهش، چون من میخواستم تو تهران بگم نادیا دیگه قطعی مافیاست، چون کسایی که تو معارفه مشکوکش کرده بودن، از نظرش بی منطق براش فکت آورده بودن، رفت با همشون دونه دونه دیالوگ کرد، با خودت دیالوگ کرد، با اینجاها دیالوگ کرد. مافیایی نداشت تو معارفه دیگه، هی داشت میگفت شما رسید به اینکه من مافیام، 9 نفر آدم بی منطقید، منو بکنید بیرون، منو بکنید بیرون. با فکتی که دنیا آورد، چون ذهنیت شبیه من داره میچرخه، به نظرم نادیا شروع صحبتشو با تو کرد، با تو که یار نمیشه تو بازی. یه مافیا بین تو نادیا هست، یه مافیا بین تایاز و ارشیا هست. فعلا بازی رو متینشو توی شهروند کردی تو بازی. من چالش آقا چالش ارشیا جان صحبت می‌کنی. من بعد من لطفاً صحبت کن. آقا من یه سری دیتاها رو تو بازی میارم. من به نظرم تو کارت خودت آقای تایاز آقای ارشیا به نظرم کارت یه مافیا دخیله، چون به نظرم دو مافیا نیست که تو ترنت بری ارشیا رو تو بازی کاور کنی با آقای تایاز تو تارگت بزنی. به نظرم تایاز دو با هم مافیا. میدونی چرا؟ چون تایاز تو ترنش گفت تنها در صورت یک مافیا باشی اگه من مافیا باشم. پس کارت خودت دیدی تو بازی شهروند، یکم شهرونده، یه شهروند رفته به دو تارگت زده. تو هم شهروند باشی با شهروند مسئولی باشی به ذهن شهروند تارگت بزنی، به دو تو بازی تارگت بزنی. گوش می‌کنی. ولفی شهروند باشه، دو تایاز با هم چینن. ولفی مافیا باشه، ولفی با ارشیا اگه مافیا باشه با ارشیا. پس من امروز آقای آریان فرهادی رو کاپو میکنم. به نظرم یا شما شهروندی کارتت با مافیا درگیری یا مافیایی با شهروند کارتت درگیره. شما رو کاپو میکنم تو بازی. سناریو کاپو نیست. باسپورس. الحمدلله. من چالش من کارتم تو بازی مافیایی نیستش. ترس کنسل میکس تو بازی نداشته باشین از من. شما تو بازی خانم دنیا رو تو بازی مافیا داری که به من میگی چرا شهروندش خودم تو بازی. خانم دنیا ترنش رو فهمید چیکار کرد. نصف دکو تو بازی تاش کرد. به من و خودت تو خانم نادیا تو بازی گفت مشکوک، به اینا تو بازی گفت مشکوک، به قبل خودش تو بازی تارگت زد. خب تو بازی شهروند داری هم فک شهروندی چی داره دکو اینجوری تاچ میکنه براش مهم نیست. بگم به کارت مافیا که کارت نشون نمیده. من یه مجهولم تو ذهنش، کارتشو کشیده مافیایی، من دارم کاورش میکنم، میاد به من تو بازی تارگت بزنه که من مغزم بهش مشکوک چی تو روند بازی. من به نظرم این کارو نمیکنه. آقای متین شما چجوری فهمیدی برای آقای 7 تو بازی کاور بکنی؟ شما دیروز روند بازی گفتید میخوای 8 تو بازی گوش بکنی. تو آقای تایاز برگشت گفت من آقای 8 تو بازی مافیاست، فهمید به 8 تو بازی کاور کنی. شما شهروندای ما رو تو بازی شهروند کردی، کسی که من دارم دو روز بهش میگم شهروند. این آقا نمیذاره به 5 بگیم شهروند، اونا رو شهروند کردی، به خودت گفتی شهروند، به جای اون ادامه موزه نکردی که بگی تو بازی. آقا من میدم سینا بعد من صحبت کنید. شما میترسید از سینما؟ شما این آقا شما جفتتون رفتید با سینما دیالوگ کردید دیگه. سینما چرا بعد این یارش رو کاور کرد وسط این دعوا؟ چرا بهش خورده گرفت بعد یارش رو؟ پس اینا که اصلا با هم یار نمیشن. گفت اگر کاورای تو رو کاور کنه خیلی دوستش نداره، بعد کاورش کرد. اینا که با هم یار نیستن. این از این. آقا خب ما دوتا چینیم، سه یار سه رو تحلیل کن، خیلی راحته دیگه. دو رو سینما تارگت زد، این از بیس مافیاییش بازی میکنه. خب خانم سه برگشت گفت 2 10 با هم میتونن مافیا باشن که نیستیم. ما با قول خود یه مافیاست که ما دوتاییم. امیدم گفت بین ما مافیاست، اینم شهروند درست شهروند. کیه یار سه نداره؟ منو سینماه یار سه سینما رفت یارشو گردن گرفت، بعد اومد با جنگ شما شهروندا گفت شهروندا نمیذارم تارگت. خیلی مشکوکی. تو باید سایدتو در بیاری، مشکلی نداره.
چون یارسه هم نداری من میتونم باهات همینجا سایدم بگیرم فعلا. من 56 لوک مافیا 56 برای بازی. ببین من اگه تایاس تو اگه داری با شهروندی من تو بازی میکنی امروز باید تو ساید من تو بازی در بیاد. من همچنان تو 1 و 2 تو بازی مافیا دارم. فک شهروندی 9 تو بازی اینه که معارفه تارگت های سیت 2 توش مافیا بوده. یعنی اگه می‌خواسته هیچ فکت نداره بگه من از نظرم یه خط میکشم اینا تو بازی مافیاست، با کارت مافیایی نیاز نبود 2 مشکوکو بذاره توش، 1 مشکوکو بذاره توش. میتونسته 3 رو بزنه، 6 رو بزنه، 8 رو بزنه، تارگتایی بزنه که تارگت نخورن تو بازی. کسی هم بهش تارگت نمیزنه. اگرم قرار بود تارگت بخوره تارگت می‌خوره. هر چی بوده کارتش تو بازی مافیا. فک شهروندی معارفه اونو بردم، فک شهروندی دنیا رو اصلا ازت نمیپذیرم. یه چالش میدید 1 و 2 امروز 1 و 2 میان دفاع میکنن، 5 و 3 شهروند نیستن. فک شهروندیاشون رو نمیپذیرم. جفتشون هم یک میدم که بفهمید اینا موضعشون نره بالا تو بازی، چون اینا کارتاشون کارت مافیایی منه تو بازی. جفتشون منو دارن با 2 یار میکنن تو بازی. خودم 9 فکر کنم 6 میتونه شهروند باشه. امروز 1 و 2 فقط میان دفاع. همین. امیدم خیلی مشکوک. میذارین نادیه داره تارگت میخوره. فهمیدی چی گفت که بهش گفتی شهروند؟ پاشو گفت من و تو تایاس با هم دیگه یاریم. چجوری ممکنه که من و تو تایاس با هم دیگه من و تو سناریو شب مافیا که هم دیگه دیدیم این بوده که همه دکو ول کنیم، شهروند رو بیاریم، من و تو بیافتیم سر هم دیگه رو بزنیم ها؟ این بوده سناریومون دیگه. پس الان خودت برای مافیا خودت بله گفتی دیگه. وقتی میگه الان 6 که من و تو تایاس رو با هم باکس کرده برات شهرونده. من نمیفهمم. بعد 35 تا داری پوش میکنی که برای یه دک شهروندن. من خانم شما رو نگفتم بخاطر اینکه شما فکت دخترونه و مسخره دم دستی آوردی. منظورم که تارگت اصلیمو از شماره 4 خوردم. به نظر من که تو به غیر از شماره 4 باید تحلیل بهتری می‌داشتی، چون شماره 4 تو روز بلایند بازی تنها کسی بود که فکتو تو برد فشار رو گذاشت رو شماره 1. نادیه جان امروز بازی تو تا الان روند بازی واردش نشدی، فقط داری باز دوباره شماره 4 رو تارگت می‌کنی دیگه. قبول داری که دیگه بین 2 و 4 حتما تو بازی مافیا نشسته است، درسته؟ بین 1 و 4 چرا عزیز من؟ بین 2 و 4 فکتای نادیه رو گوش کن. من کی این آقای متین تو بازی شهروند کردم تایاز جان؟ من که شروع صحبتم ترن قبلی از مشکوکیت متین بوده توی بازی. بچن پارسا صحبت. من فکت مافیای 4 رو براتون گفتم. تو بازی من امروز سر صحبت حرف زدم. خب گفتم چی گفتم؟ چون به نظرم با هم مشکوکن. 6 و 7 مافیا بینشون نشسته. خانم 2 ترن نشسته گفته چی؟ گفتم باشه 9 نفر با من تارگت زدید منو بکنید بیرون دیگه. تو بازی تو کارت تو باید میفهمیده که این خانمی که موزهشو به تو باخته رو باید بیای تارگت کنی که من نباید با این باکس کنی که. تو باید با من دیالوگ کنی بگی باشه دو رو تارگت داری. تو دیروز تصمیم گرفتی فایت خانم بگیری فورس رو من بذاری. بهت گفتم که خب شما دو تا بس بینتون مافیاست، چرا نمیای با من دیالوگ کنی خانم؟ هنوز میگی بین 1 و 2 به نظرم 4 قطعی مافیاست. امروز 4 رو نمیکنید بیرون، منم رأی نمیدید. میذارید فردا 1 4 بازپرسی. شو. 4 6 8 حرفای من گوش میکنن، چون مینیمم قطعا گوششون شهروند نشسته. به بازی برمیگردن با من بازی میکنن. ارشیا که کلا قاهره واشنگتن برلین تارگت زد، یعنی تارگتات کلا داغون بود. اون فکت شماره 6 آقای شماره 4 هم فکت شهروندیش واسه خودم رو دوست داشتم. امیدم اینترنش یه ذره دوست داشتم، برای همین فکر می‌کنم یعنی اگه شهرونده دیگه باید به حرف من خوب گوش کنه. 1 2 4 که دیگه یه دونه مافیا توش نشسته، درسته؟ چرا امید آد شهروندی بهت میدم؟ چون بین 2 و 4 مافیا گذاشتی، فورس 2 رو نذاشتی، به نظرم شهروند بودی. اشیا جان تو پاشدی فک شهروندی 3 رو آوردی، خورده مافیایی به من گرفتی. داداش تو مگه جای دیگه مافیا نداشتی؟ بعد تارگتت به منم خیلی فکت متخنش، من فکتای مافیای شما رو آوردم. تو خیلی همچنان مشکوکی، یعنی من احتمالاً اگه بمونی تو بازی فردا گردنت میگیرم. کی؟ شما. مرسی. 5 صحبت. من اینجا که یار نداشتم من دیگه. پدرم در واقع چالش بهم برسه جدی. ولی اوکی. ببین تایاز یه دیالوگی که من سعی کردم اینجا تو هم چالش بگیرم حتی وسط حرف زدن دنیا به عرشه که قطعی مافیا بود برگشت اینطوری که اینا شهرونده. با ذهنیت تو که اون مافیاست، دیالوگی که تو باهاش کردی، این میدونی اونم شهرونده. به نظر این فکت درستیه راجع به دیالوگی که تو با عرشه کردی. برای اینکه بدونید موزم قرار نیست تو این بازی بیاد پایین، خب چه غیر منطقی بچینم این عرشه شهروند، امید شهروند، دنیا شهروند هم ذهنشون مطمئنم با من همسو می‌کرد. مطمئنم بین 2 و 4 خود 2 تا مافیاست. امروز به هر سه تاتون قرار رأی 1 بدیم، بیاید دفاع کنید تو بازی.
قطعی توتون دوتا مافیا هست. یعنی بخوام راحت تر بگم 1 2 4 7 که قطعی توش دوتا مافیا هست تو بازی. چون من هرچی میچرخونم دنیا، امید و ارشیا رو قطعی شهروند دارم تو بازی. ببین بازیمون که دو حالت داره، یا میتونیم ملو جلو بریم بذاریم بازی از بازپرسی شروع شه، یا امروز بخوایم سایت بگیریم. 1 و 4 با هم دیگه داریم میگیم تو بازی مافیا. دک برگشت تو 2 و 4 تو بازی مافیا است. تو چالش گرفتی، کارت 2 رو گذاشتی کنار، رفتی خودت تکی با 4 تو بازی سایت گرفتی. من به شما خورده‌ای گرفتم، خورده این بودش که 7 تو بازی کاور کردی. تو دیدی بودی 7 رو موزه ما تو بازی چیکار میکنه؟ بی منطق داره چجوری به کارت شهروندی ما توهین میکنه. کاورش کردی، خب معلومه من آمبول میشم، چون که من شهروندام به نظرم شهروند بودن، ترنشون بازم کاورشون میکنم با این کاری که دارن انجام میدن، با این ترنایی که دارن. سینما تو این فکت واسه دنیا میارید، من باز کاورشون به نظرم شهرونده. من نمیخوام اینجوری ذهنم بخوام عوض بکنم، چون آریان فرادی به نظرم شهروند داره، اونو کاورش میکنه تو بازی. ممنون. پایان ترن روز 1 بود. با 4 رای وارد دفاع، 4 رای خروج. رای هایی که تأخیریه شمرده نمیشه. رای به کسی میدی شارپ دستت مثل آقای شماره 6 بالا باشه. رای برای شماره 1 2 3 رای. رای برای شماره 2 1 2 3 4 5 رای داخل دفاع. شماره 3 بینگو. شماره 4 داخل دفاع. شماره 5 شماره 6 1 رای. شماره 7 داخل دفاع. شماره 8 شماره 9 شماره 10 1 رای. 3 دوست به ترتیب از خودشون دفاع میکنن. داخل دفاع صحبت لاک دیسلاک نمید. 2 4 7 ابتدا 2. بچه‌ها فکتتون به نظر من اشتباهه. خودتون با منطق من بی منطقه. من به این فکت اومدم توی دفاعیه الان که چرا پیوسته تارگت نزدم، گسیخته تارگت زدم. همین فقط همین چیزی که راجع خودم شنیدم همین بود. چرا به نظر امید من به شماره 4 فقط زدم، بقیه رو تحلیل نکردم. حسین وقتی امید وقتی 9 نفر دارن بهت میزنن دیگه فکر کنم خیلی ذهن بازی داشته باشی، ذهن بسته میشه. شماره 4 من خودم دوباره بهشون رأی دادم این دستم به خاطر اینکه شماره 4 شما قبول کردی که بین من و خودت و تایاز ما هر ستایی با هم دیگه مافیاییم. در صورتی که من داشتم بهش دیسلایک نشوندم و شما حرف ارشیا رو به شهروند کردن ارشیا این فکت رو قبولش کردی. بعضا بین امید و شماره 9 هم مافیا نشسته. باید آدز بالا شماره 9 که پای ارشیا رو گردن بگیریم. خب تو این دارن از بازی میکنه بیرون کی مافیاست؟ 3 و 5 که امروز دستاشون رو اینجوری آوردن من و تو با هم بیایم دفاعی، من اینا رو تارگت کردم. چقدر کار اگه شهروندی من امروز تونستم تو رو راحت بازی بکنم بیرون با سناریو بازپرس یا یاکوزایی می‌کردم. تو که ایزی پوش روز 1 میدی با کار شهروندی چون معارفه تارگت خوردی. من یکم بهت ندادم. 1 و 2 جفتشون به من 1 دادن تو بازی. همین فک شهروندی من چون 1 و 2 رو 3 بار گفتم توش مافیا است، یه نفر اینجای بازی دیسلایک نداد. با کارت من نقش واسش چیز کنید. به نظر من که توی این چین شهروندی حداقل 1 مافیا هست. اصلا طالب بازی دیدی همه شهروندا روز 1 جمع شدن. خب ما داریم همه با هم بازی می‌کنیم که الان این نباید منو تارگت کنه که ما الان باید با هم بازی کنیم. اگه شما همه شهروند هم پیدا کردید، پس وقتی شما شهروند هم پیدا کردید ما با هم بازی نمی‌کنیم، یعنی ما تو اون سه تا مافیا نیست. چون اونم خیلی مافیا ندارم. مشکوک ترین ما این خانومه که داره به من تارگت میزنه که من بازم بهش 2 هم نمیدم. من سوال خب ببین یه عده که میگفتی چین 2 6 آریان برگشت گفت 2 4 6 ما 3 تا اومدیم بالا. یارسه یا خودتی یا عرشه که باهاتون، یعنی تو 3 و 5 رو شهروند داشت با دستتون رأی نداد. این آقای عرشه شما رو ده یارسه بعد بگی اینه چجوری بازی میکنی؟ اینقدر بدی دارم بهت میگم شهروند آریان، میدونی؟ یعنی روی یه چیز اشتباهی گذاشتی مثلا من حرفم منطقی بود، گفتم شهروند میتونم ذهن تو قبول نداره دیگه، مشکوکی دیگه، خودش شهروند انتخاب کرده، شهروند ذهنش قبول نداره. به نظر من خیلی سینما رو مافیا ندارم تا سایدش در بیاد. اگه احساس کنی یک ساید و یک سایدته، خب ساید رو بازپرسی در بیار، چون یکم گفت ساید بگیر. رأی ندید امروز صبوری کنید، چون من تو 2 4 6 متین که شهروند سینماه حداکثر یه مافیا دارم. اگه اینجا خیلی مافیا دارید رأی بدید، من برید بازیتون خراب شه. مرسی. سه دوست داخل دفاعی حق رأی به یکدیگر رو دارند. هر کدومشون برای خروج به 4 رأی نیاز دارن. رأیگیری مجدده. سیت شماره 2 رأی. رأیگیری مجدده. سیت شماره 4 2 رأی. سیت شماره 7 3 رأی. کسی از بازی خارج نمیشه. چشم بسته به زیر ماست.
بدون هیچ اکتی لطفاً به صندلی تکیه بده. ماسکت کامل بزن. نقشایی که میخونم بیدار میشن کارشون رو انجام بده. واقعه اما با شما یه سیت ببندش. خداحافظی کردیم با سیت شماره 9. درخواست استلام تایید نمیشه. سر صحبت سیت شماره 10 اون قبل از فرآیند بازپرسی صورت گرفته بین سیت شماره 4 سیت شماره 1. ابتدا 4. ببین من یه فکت شهروندی واسه خودم اول میارم. ببین اونجایی که شما همدیگه رو شهروند کردید من زدم زیر تیبل شهروندی شماهایی که از همدیگه همچنان شهروند دارید. نوحی رو تو بازی شهروندش کردم که اصلا هیچ جای بازی نبوده. 8 هفته تارگتش کردم. بهش گفتم وقتی کولر تو بازی داری کردی نوح که تو بازی شهروندی که الان تو بازی شاد شده تو بازی. 2 کارتی بوده که من اگه مافیا بودم باید تحلیلش می‌کردید. اگه 2 شهروند بوده تو بازی که میتونستم راحت برم واسه پوشش با تارگتایی که تو معارفه خورده با هر کاری تو بازی یه دونه پوش می‌کردم یه دونه آدز یاکوزایی داشتم با سمت تارگت کردن 2 نرفتم تا دیروز بازی که منو اذیت کردی با کارت شما. به نظرم 1 تو بازی قطعی یعنی مافیا چیه؟ با من بهش 2 دادی وایسا. مگه من بهش 2 ندادی؟ پس چیه تو بازی؟ رای دعای آقا رو ببینم دیروز. رای دعای آقا کی بودن؟ من بودم، یه دونهش تو بودی، کی بوده؟ خانم بوده. خب پس بین 1 و 2 که یه دونه مافیا بیشتر وجود نداره. 6 هم که نمیرم تارگتش کنید. داداش 2 تا شهروند پس تو ذهن خودت به تو رای دادن. بقیه مافیا کجا بودن رای بکشن زیر تو بری بیرون؟ حالا میدونی مشکل من تو بازی چیه که آقای تایاز اول بازی گفته چی؟ گفته کارت شهروندی تو منو شهروند میکنه، کارت مافیایی تو منو مافیا میکنه. بعد تو چطوری رسیدی به شهروندی آقایی که داره از اول بازی منو تارگت میکنه؟ یا 4 که شو کرده مافیا. امروز 4 رو به ساید من میکنه بیرون، بازیتون در میاد دیگه. تو 8 نفری جای دوری نمیره. مرسی. ببین اصلا بحث جای دوری رفته اصلا من نفهمیدم که اصلا فکت تو رو واسه خودم اصلا نفهمیدم. ببین داداش گوش بده، تو که تو کل بازی فقط منو تولید کردی.
یعنی الان من از بازی برم بیرون دیگه به 2 که نمیتونی تارگت بزنی چون دیروز بهش 2 دادم. 3 و 5 رو باید با هم شهروند کنی. 6 به من 2 داده. دیروز رفتم گفتم اونجای بازی توش مافیاست. 7 رو بخوای بذاری تو بازی یار من 7 تو بازی یار باشیم، باز باید تو 10 و 8 واسه من یار بچینی که من 2 روز دارم به یارم میگم این 2 تا شهروند تو بازی شهروند نکن. خب اگه اون مافیا بود اینا شهروند بودن تو بازی که من شما شهروند تو رو پوش کنه که چی من شورولم؟ اصلا معنیش چیه؟ شما خانم شماره 2 اگه شهروندی من شهروندم. دیروز تو اصلا رفت با تارگتی که من زدم، من تارگت نزدم، تو به من اول تارگت زدی، من به 2 هم دادم تو بعدش گفتم نمیخوام به 2 بدم. اگه شهروندی یک مسیر رستگاری که دیروز 1 رای داشته، دفاع هم نیومده تو بازی. من اومدم با 6 تا دفاع، 1 تو دفاع هم نیومده. من 2 تا یار دارم تو بازی، یه دونه هم شهروند درست شهروند. پارسا خب یکی از رایایی که زیر من دیروز اومده 3 تا رای 5 مافیات بوده داداش، چیکار کنیم؟ یارم به من رای داده؟ رای 1 دادی شما به من. آقا مهم نیست. ببین 4 که شو مافیا، 2 مافیا بود. یعنی من که 10 و 9 و 6 و 5 و 3 رو با هم کاور میکنم. چینتون 2 4 هفته. چینتون 2 4 هفته. 2 از 9 نفر به قول خودش تارگت خورده. چرا فقط مستقیما بعد با تو دیالوگ میکرده؟ چرا بعد سایدو به تو ببازه، پوینتو بکنه تو جیب تو؟ تارگت روز اولش از من خورده بود. چرا باید بیاد با تو دیالوگ کنه تو بازی؟ مرسی. نیمروز چشم بسته، ماسک کامل روی صورت بچسبه، صحبت نباشه، بدون آهنگ، باسپورس، لایک به معنی ادامه، دیسلایک به معنی ملغا. ماسک چسبیده باشه، رویت شد باسپورس. سر صحبت سیت شماره 10 به اجبار بین 1 و 4 یک اسم. لطفاً بشمارید رأیاتون رو. شماره 4 و 1. 4 1 سینا 4 1 وصیت شماره 4. ببین من 2 و 3 رو وصیت شهروندی میکنم. 3 امروز 1 رو میکنی بیرون. اینجا نمیشین اینا واسه تصمیم بگیرن ها. 3 شهروند بازیه. من کارت افتاد رفت جلو کارت 3. خانم 3 1 رو امروز اصلا روز کوتاه کن، بگو همه نکست بدن. 1 رو بکن بیرون. الان من سایت خون در اومد، 1 رفت بیرون، 5 و 10 توشون قد 5 8 مافیاهای بعدی بازیتن. 2 رو بگیر شهروندت. به نظر من 2 گم بود تو بازی، روز یکم تارگت خود. 2 رو بذار شهروندت، خودت شهروندی و 2 کارت 2 رو هم نبینم کسی تارگت کنه، گذاشتمش بغل کارت تو. 1 امروز میره، فردا 5 10 فقط 5 و 10 میاری جفت و دفاع میکنن، جفت و دنیا میکنی بیرون ها. با صندلی اینا بازی باید برم بیرون. من شهروند رفتم. مرسی آقای لطفاً از بازی خارج بشید. ممنون از بازیتون. ساید پلیر خارج شده. شهروند شماره 10 با تعارف چالش. آقا چالش بگیرم. شهروند رو باهوش. یا 2 با تایازیاره یا 1 با تایازیاره. دیرو هیچ کس نمیگفت تو 1 و 2 تو بازی مافیا نیست. به این دیتا هممون رسیدیم تو 1 و 2 مافیاست. آقای تایاز فهمید کارت شهروندی جلو کارت 1 به خانم 2 تو بازی تارگت نزد. فهمید خودش شهرونده. سینما شهرونده، بچلونی 1 تو بازی هم شهرونده. چجوری سینما شهروند بود 1 هم شهروند بود تو ذهن؟ تایاز به نظر خانم تایاز مافیاست. تایاز مافیاست با 1 و 2 تو بازی بیدار شده. دیرو دکو چلونده تو بازی نذاشته ما تو 1 و 2 بکنیم بیرون. تایاز مافیاست با 1، تایاز مافیاست با 2. خودت آریان فرادی 10 شهروندی. اصلا 2 رو چی داری تو بازی؟ 3 ندارم. 2 رو تو بازی مافیا داری؟ پس دیروز تو روند بازی 2 مافیا داشت با اون یکی مافیا ذهنی تو بازی سایت میگرفت، کارتشو کشیدی کنار خودت سایت بگیری. تو مگه دیروز تو ترنت نمیاد اینجا تو بازی چالش بگیری برگردی بگی که 2 رو میکشم کنار خودم سایدم با 4 تو بازی در میادش؟ بخواید ساید من رو تو بازی باز بکنین امروز تگ آقای تایاز از بازی میکنید بیرون به ساید بنده. اگه نمیخواین ساید من باز کنین میخوام به ساید اون تو بازی برین جلو، بعد 1 تو بازی تارگتش بکنم. من ترجیحاً ساید خودم توی مستراند بازی باز بکنم. ترجیحاً اون رو تو بازی با کاش کاری نداشتم اینجوری اول میکشید آز شوندی برام داره اینجوری داره. آقا امروز نمیذارم به بازی دست بزنید. همون 1 رو میکنید بیرون فعلا. ببینید سینما حقش بود بره بیرون دیگه. رفت بیرون با داد و بیداد. همین 3 که سرش با من و تو اختلاف داشت و وصیت شهروندی کرد. این سر 3 رفت بیرون که وصیت شهروندیش کنه.
و راجع به دوه میگم من مافیا بودم پوشت میکردم الان فهمیدم شهر بعدش رای 2 داد. من نمیفهمم یکو میکنید بیرون تایاز شهروند ذهنیای من بهش رای 2 دادن خودم به رای 2 ندادم باز نرفتی یعنی ارشیا بهش رای 2 داد دنیا بهت رای 2 داد یه نفر دیگه به تو رای 2 دادی به تایاز با تایاز هم بازپرسیش کشیده زیر تو به نظرم این دوتا هم با هم یار نمیشن یعنی اگر اون مافیا باشه تو قطعی یارشی این دیگه شهروند میشه. خب پس چرا همون یکو به مسیر روند بازی نریم جلو چون معتقد بودیم تو کل بازی بین 1 و 2 که توی بازی مافیاست 2 که کارتش سر خورده دیروز بعد میرفته بیرون نرفت حالا خود من حق داشتم به 4 تو روند بازپرسی تارگت بزنم چرا به غیر از اینکه فشارش رو من گذاشته یه متینی که مشکوک من بوده برای من آز شهروندی گذاشته چون بین 2 و 4 توی بازی داشتم تارگت می‌کردم اشکال نداره 4 رفته خونده شهروند امروز تو شماره 1 از روند بازی خارج میشی یا تایاز رو فعلا فرض گوش میدم به خانم دنیا بعد من صحبت بیرندای تو خونه دست نزنید به گیرنداتون چون دوبی مخفیه من دیروز یه چین شهروندی چیدم 2 4 خودم 9 گفتم تو این بیل بزنی یه مافیاس های آریم به تو هم تازه گفتم شهروند که بد داری بازی من مافیا من برم بیرون کیا به رأی بازپرسی دادم به این شهرونده 10 8 این آقا 6 1 درسته؟ خب تو رو باز کاری ندارم کیا میخوان امروز منو بکنم بیرون 10 6 1 هم به من رأی 2 داده اینا کیا اینا توشون مافیاست من مافیا باشم باز اینا مافیا توشونن اینا شهروند کرد منو میخواد دست بزنید خب دیگه یکو تارگت کنید دیگه شما شهروند اشیا یکو تارگت کنید چیکار باید بکنه دیگه بیت چون داد زده شهر میخواد داد بزنم اینجا بکنم خراب تو سرت تو بفهمی شهروند من بازی خوبم نشون دادم ترن پیش اومدم آقا یک من چی ام عزیزم مافیا هم. دیروز شما اومدی گفتی این گوگلی هم این دوتا رو صبوری کنید آره که شوره اوکی آقای تایاز به سینا رای نداد میشه یه سوال بزنم بازی ناتو داره میشه نقشه رو گفت یا نمیشه میشه آها نگم اوکی من به نظر میشون شهره به نظر من یه نقشی تو ذهن خودم در نظر گرفتم به نظر من ایشون شهره رأیشون هم به ایشون داد به نظر من شما مافیایی به نظر ارشیا تو مافیایی اون یکی یارتون رو دارن بین کسایی که منو سفید خوندن دارن اون ارشیا به نظرم صد یا این آقا که دیگه باید بره به نظرم تو هم دیگه ذهنمو پاک میکنم چون خیلی داشت من اذیت میکرد هی بهش کار نشم من ندادم ولی من چالش میدم پارسا ولفی لطفا بعد من تو بازی صحبت کنه. خانم من به شما تو بازی تارگت زدم نزدم. به نظر آقای فرهادی شهرونده به نظرت ارشیا شهرونده 1 2 3 شهروند باشین آقای پارسا تو بازی تو امید صادقزاده آقای تایاز من خانم شماره 2 تا یار داره به نظرتون؟ این نکته اول. نکته دوم کیا به خانم شماره 2 دیروز رأی دادن؟ آقای سینامو شهروند این آریان فرهادی که دک بهش تو بازی تارگت نمیزنه. بابا به این فکر کنین اگه 1% یک شهروند باشه حتما آقای تایاز تو بازی مافیاست. تایاز دیروز 3 تا رأی 2 داشت. کیا بودن؟ یکی خود شما بودی، یکی شما بودی، یکی من بودم، یکی خانم شماره 2 نبود. آقای پارسا ولفی بود. 3 تا رأی داشت. ما 3 تا با هم دیگه مافیاییم به نظره؟ من نمیدونم من پارسا ولفی رو داریم بدون یار میکنیم بیرون اون مافیا باشه داره با این زرگری میزنه من دارم زرگری میزنم دیروز دیدم این شهروند رأی نیاورده رأی کشیدم تو اون یکی یارم گفت منطقی گوش میکنین آقا تصمیم گرفته بین شهروند مافیا ذهنیش واسه مافیا من کارت خودم که دیدم میدونم شهروند برای همین اینجوری رفتم تو سینه تصمیم گرفته مافیا رو ول کنه فکتشو برای مافیا بیاره فورسشو بذاره رو شهرونده گفتم بره نمیخوام فردا سرم زرد نداره دور میکشم که خودم مستقیم با ساید میگیرم امروز منو کردیم بیرون فردا سرتون من به بازی به گیر دادن الکی سینامود دارم از بازی میرم بیرون حالا تو بازی من فهمیدم تایاز و خانم با تایاز هیچ جای بازی راه به تارگت به من نداشته هیچ جای بازی خودش اول بازی گفته کارت من و تو یکیه چالش بده من تایاز من حرف بزن بله سلام مگه نمیگفتی اگه یک مافیا باشه 10 آقا روز نداره امروز نجمه تو رو میگیرم مگه نگفتی دیروز گفتی یک مافیا باشه یارش میشه 10 هم امروز داره منو میکنه بیرون چجوری به چین دوتای اون دوتا نمیرسی چجوری به 1 و 10 نرسی دیروز حرف خودت بود دیروز من ازت پرسیدم من و 2 مافیا یار سوم داری
گفتی 4 که شهروند بوده. چطوری بر نمیگردی که تو شهروندی قطعی توی 1 این آقا و سیت 10 قطعی شهروند داری آریا؟ من خیلی شهروندم. اگه اینو ما شهروند داری تو این سه تا به نظر من 2 تا مافیا هست. 1 6 10. حالا شهروند رو نکنیم اینو خود. 1 6 2 تا مافیا. من به نظرم 1 مافیا باشه قطعی 6 یارش. قطعی با هم مافیا. ولی ببین دورم نمیذارم شهروندش کنی تو بازی. یعنی به نظرم باز مثلا 1 2 6 میتونه چنه منطقی تو بازی باشه. چون این دنیا رو که شهروند روند بازیش الان هم میخواد یکو بکنه بیرون. امید صادق زاده به نظرم شهرونده. تو رو برات نمیتونم یار یه دونه هم بگم تو بازی. مثلا باید بگم تو شهروندای خودم یار داری یا خودم یاری. برای همین اصلا نمیذارم امروز به تو هم کسی رأی بده. امروز یکو میکنید بیرون به وصیت سینامو. خب پوینتش هم اصلا برای سینامو. یکو بکنید بیرون فعلا. فردا 6 تا میکنم بیرون بکنم. اول من ته دیالوگو دارم با شهروند میکنم. شما اگه فکر میکنید من با یک یارم، من با یکم رأی 1 میدم، هم رأی 2 میدم. ولی شما امروز دارین شماره 1 رو بدون یار تو بازی میکنید. چرا؟ چون آقای شماره 1 مافیا باشه باید تو کیا یار داشته باشه. من که میدونم شهروندم سینامو منو وصیت نکرده بود خودش تو بازی. شما شهروندی، به نظرم آریان فرهادی شهرونده. تش بگین 10 تو بازی مافیا باشه. تو امید صادق زاده تایاز باید 2 تا یار داشته باشه. اینا دیرو به اون 2 دادن. این آقا دیرو به اون تو بازی با هم دیگه درگیر شده بودن. به نظرم یار نداره. من شماره 1 رو داره اینجوری. من به نظرم 2 و 7 با هم دیگه مافیان. 2 دیرو رای 2هاش کیا بود؟ آریان فرهادی شهروند، سینامو شهروند. سینامو اونو کاور کرد، مافیا کاور کرد، روند بازی خارج شد دیگه اینجوری. به نظرم این 2 تا با هم مافیان. ولی به بارسا ورفی رای بدی من بهش رای میدم. به نظرم بدون یار داری میکنینش. ببین آقای تایاز با کیا مثلا یه جورایی یار داشتن بازی میکردن؟ سینا و آقایی که رفته بیرون. 2 تا شهر رفتن بیرون دیگه. نمیتونی برگردی اینطوری بگی برگشته به اون یکی رای داده، شهر رفته بیرون، به این میتونست رای بده. همه دارن میگن خب که منم به سینا رای دادم. اصلا حرفا واسم نمیشینه. هی داری پا میشی داد میزنی، از این دفاع میکنی. ببین به نظر من اشو تو دیگه قطعی تو چشم من مافیایی. هی دارم میگم مافیا، هی واسه نگاه میکنی. مگه میشه به یکی اینقدر بگی مافیا هیچی نگه؟ تو مطمئنی امید شهره؟ من یار سوم امید میدونم. اگه تو هی داری میگی من نیستم، من امیدم. چون امید هیچی نمیگه، ساکت وای نیسته، خلوت که میشه. تازه میخوای حرف بزنی؟ الان که شلوغه صحبت کن. قبل صحبت کنم به نظرم الان باید تو صحبت می‌کردی اول توی روند بازی. دنیا جان من شهروندم. به نظرم خودت هم شهروندی توی بازی. هیچ کسی این 2 نفر رو با هم یار داره؟ یعنی اینا با هم میگه که از هیچ وقت با هم دیگه یار نمیشن توی بازی. چون به نظر من استدلال روز بلایند این آقا به عنوان سیت شماره 10 استدلال درستی بود. این آقا بعد با پی‌اووی خودش توی روز 1 میرفت سراغ این آقای متین توی بازی، نه شماره 10. پس ایشون رو بذارم مافیا. چین 1 2 7 میتونه چین منطقی باشه، چون 2 رو ما الان الکی دیگه از روند بازی داریم میکنیم شهروند توی بازی. به نظر من 1 2 7 آره از اینجا دارن زرگری میزنن، ولی اینا رو کار نداریم. کل روند بازی بین 1 و 2 توی بازی دنبال مافیا میگشتیم. یه سر بازپرسی خونده شهروند، وصیت شهروند بوده. یک همون 1 امروز میکنیم از بازی بیرون. خب آقای شماره 1 میدونی چرا من به رای دادم؟ چون مگه رای آخر بودم خیلی مهم نیست، ولی واسه این به رای دادم. خیلی من از اول شماره 4 بودم، اما شما بلند شدی 2 تا دروغ گفتی. یکی که آریان بهت رای داده که نداده بود، یکی دیگه که من از روز اول من نادیا رو آوردم. اصلا شما اصلا راجع من حرف قبل من حرف زدی، شما منو نیاوردی. 2 تا دروغ گفتی، استرس داشتی، به همین شما رای دادم. بعد راجع به خودم دروغ گفتی، یادم بود. ارشیا تو اروری به خاطر چی؟ ست قبلی بعدش به من گفتی تو ست شماره به خاطر اینکه ست قبلی باشم نادیا تو 4 و 7 با هم دیگه یاری. رفت بیرون خون شهروند میگه الان بین من و تایزم بدی بیرون، یکی دیگه اونم بخوره شهروند تموم شه. ارشیا یا تو برو بیرون تا 1 بعد من حرف بزن. حالا شما هنوز فرق روز بلند و روز 1 متوجه نیستی. من گفتم روز بلند آقا تارگت زده 100 روز 1 من تارگت کردم. اول اصلا تو مسیر دیالوگی تو بردی اون. حالا کاری به این حرفا ندارم. ببینید توی ذهن همتون الان شما شهرونده دیگه، من به تو میگم شهروند، تو شهروندی. به نظرم بین شما دو تا هم مافیا کم. خانم دنیا داره با آقای تایاز میگه کاراگاه، میگه تو ذهن من نقش داره که به پارسا رأی داده. خب فقط کاراگاه باشه، اصطلاح مثبت منو گرفته باشه که داری بهش نقش تو پاچش می‌کنی به من رأی داده باشه. ببین تو ذهن چین منطقی ذهن من میدونی چیه؟ میگه بین 2 3 7 8 چین نشسته، بقیه‌تون باید شهروند باشید. من امشب برم بیرون که مشکلی نیست، من برم بیرون میشه 7 تا تو 7 تا شات میزنم میشه 3 به 3 تموم. پارسا داداشی من
میگه ببخشید من نمیتونم برات کاری کنم، تو شما رو نگه دارم، به نظرم شما شهروندی رو روند بازی میکننت بیرون. چرا آقای پارسا ولفی نادیا الان ترش به پارسا ولفی تارگت زد دیگه. شما با آقای سینامور رأی دادیم به خانم نادیا. خانم نادیا تو بازی شهروند باشه، آقای پارسا ولفی با یارش این دستاشون فرج بودن به تو دو ندن تو روند بازی بکنن بیرون. تو شهروند روند بازی خارج بشی، یه شب شات میزد، اینم فردا تو بازپرسی پوش میکرد، بازی رو وین میشد. من به نظرم تایاس دو با هم باکسن ولی تو شهروند کردی بیرون. من نمیتونم تو رو نگه دارم. من به نظرم 2 7 10 1 تو شین مافیا، آقای امید صادق زاده، آقای شما، خانم شماره 3 همه با هم دیگه شهروندیم. اینا کسایی بودن که من روز یک کاورشون کردم، هیچ کی بهم نگفت مافیا. با من رأی میدید تایاس رو بکنیم بیرون که مافیاس بازی رو میبریم. مرسی. یک به نظرم شهروند 8 نفر داخل بازی با 4 رای داخل دفاع. سر صحبت شماره 10 بود. رای شماره 10 1 رای. رای شماره 8 1 رای. رای شماره 7 3 رای. رای شماره 6 4 رای داخل دفاع. رای شماره 5 رای شماره 3 رای شماره 2 2 رای. رای شماره 1 داخل دفاع. 6 و 1. درباره 6 دست بالا. درباره 1 دست بالا. میدم اشیا چالش بدم. آریان فرهادی شماره 5. امروز به این شیشه هم رای نمیدید، ولی ببین نگاه کن چیکار می‌کنی. میگی اون دوتا شهروندن، ما دوتا شهروندیم، یکم یار نداره، قطعی شهرونده، میمونه تایاز و 2، یار سومشون میمونی خودت دیگه. یعنی اصلا نمیدونم اگه شهروندی این بازی رو بد بازی کردی، ولی به نظرم من هر مافیا ذهنی دارم خودت یارش میشی. یعنی مثلا تو 1 و 2 مافیا باشه به نظرم باز تو یارشی. مهم نیست امروز یکه رو خلاصش میکنید، چون ببین من یه حس عجیب غریبی دارم به 1 و 2 6، چون این داره میگه اگه منو میخواید با یکه یار کنید یکه رو بکنید بیرون، ولی من بهش 1 و 2 میدم، بازی تموم میشه. اگه شهروندی تو داری به فکر فرداتی، یکه رو بکنید بیرون، تو 2 و 6 دوباره مافیا هست قطعی. باکس 1 و 6 تو بازی قطعی با هم دیگه مافیایین. تو دیدی تو روند بازی، تو اونجا نشسته بودی دیدی تو روند بازی فرهادی می‌خواست من چالش بده، خانم دنیا دید دست من بالاست، من تو بازی چالش نداد، چالش داد اون طرف تو بازی و بعد شیشه رو حرف می‌زنه من تو بازی تارگت هم نمی‌کنی. دو من چالش داد، خودت می‌خواستی من چالش بدی، چالش دادی به آقای ارشیا. آقای ارشیا می‌خواست چی به آقای تو بازی اضافه بکنی که تو بازی به من چالش ندادی، منم حرف بزنم تو روند بازی. تو شیش که به نظرم با هم دیگه باکسین، تو دو تیم داشتی آقا تو بازی کاور می‌کردی، آخرش ندیدم بهش تارگت بزنی فرهاد آدز موزه داشته باشی تو روند بازی. کدومتون بکنیم بیرون با من ترن اول صحبت می‌کنم یا خواهشم شیشه. آقا من ترن صحبتمه. خب من با آقای شماره 1 یاریم، به به من دیدم خب اون یارم شهروند پوش کرده، دک داره به ساید دک میره بیرون، منم دیگه مافیام نمیام اونو کاور کنم دو تایمون شما بگیریم که. دیدم اون داره میاد بیرون. اون با 8 تا رای کردین تو دفاع، منو با 9 تا رای کردین تو دفاع. من یار کدوم شما هم تو بازی؟ ترم معرفه شما رو کاور کردم، یه آریان فرهادی رو کاور کردم، خودت تو بازی کاور کردم. به نظر این توی سه تا چند تا تو بازی مافیاست. آقای تایاس ترم یک بلند شد گفت ساید من با آقای شماره 1 من شهروند باشم آقای شماره 1 شهروند، من مافیا باشم آقای شماره 1 امروز آقای شماره 1 رو میکنم بازی بیرون. آقای خانم شماره 2 شما رأی دادی بهش، آقای سینامو بهش رأی داد، دو شهروند بهش رأی داد، پارسا ولفی من مافیا بودیم میکشیدیم میرفت بیرون دیگه. 2 مافیاس با تایاس نداره. اشیا وقتی اینجا سیت 10 داره به من میگه مافیا، این بازی جرأت نمی‌کنه. چرا؟ چون تو تصمیم گرفتی که خودت فهمیدی تایاز مافیاست، تو ترنت صحبت کردی گفتی به نظر من امروز قرار باشه با من بازی کنی تایاز بد بره، بعد الان فهمیدی من با ارشی گرم داری تو بازی چالش بدم که نخوای بری الان ترزگرم میگی تو بخوای بری تو دفاعیه، یعنی یار فرضی تو رو بازی کردم تو بازی. حالا مهم نیست، من که شهروندم، من برم احتمال 99% بازی تموم میشه. به نظرم همین 2 3 7 بین 2 3 7 8 چین بود. مرسی. دو دوست داخل دفاعی حق رای یکدیگر رو ندارن، هر کدومشون برای فروش به 4 رای هستن. رای مجدد شماره 6 بگو. رای مجدد شماره 1 وصیت. مبارک مفت. مرسی آقای پارسا. بدون این صحبتی زیر ماسکت خشت بسته ماسکت نشسته به صندلی
تکیه بده به صندلی تکیه بده بخشایی که میخونن میدار میشن کارتون من فقط محقق دلیل ایستادن من اینجا رو شاید بدید ولی با کشته شدن آقای تایاس گروه مافیا برنده میشه. رئیس مافیا ناتو شیاد تبریک تیم مافیا. من گفتم اینا یارم اینم ساده نبود که نقششو نمیدونست پدر مانده بود